مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی برنامه تبریکاتی شبکه شهنان. امروز ما در دهه اهالیکی شهر سمرقند برای تبریک کردن مدینویتی از نام فرزندانشان، از نام آزادکه آبیدکه که در مسافرت هستند، از نام فیروز جان تبریک میکنیم و خاندان بختیارکه حضور آوردیم و آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید که ما با شماییم. رفتیم. مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، مهمانان خانواده بختیارکه و البته مدینویتی، من امروز ما را فرمودند که خاندان ما روید. هم تو بینید که خاندان ما آفتابشان، نفری که برای ما تمام هستی خود را فدا کردگی انسان، مادری ما امروز بهشت خاندان ما زادروز دارد. البته برای مدینویتی تا قرصکی بلند زنیم یا تکلیف میکنیم بر همه. بیایید مدینویتی. السلام علیکم. بختیارآمد شما هم نزدیکتر استید. مدینویتی جشن زادروز مبارک. سال پیشتر استیم ویدیو با نمایان شویم. جشن زادروز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را، مولود خجسته را مبارک باد میگویم. از نام فرزندان عزیز، از نام سه پسری که با یک مهنت حلال، با یک راستی و هستی آنها را با وای رسانده. دو نفرشان که در مسافرت هستند، از نام آزادکه آبیدکه، از نام فیروز جان، کلید پاشاها، البته بختیارآمد شما را تبریک میگویم. حاضر تا آمدن قریب شب دیروز همراهی فرزندانتان که در مسافرت هستند هم صحبت شدیم. میپرسم که مهمانان چی گفته تبریک کنم؟ گفتن که چیزی که گوید میارزند. مادر ما طول چندین سالها جان فداکارانه معلمه شده در مکتب کار کردند. بعدی که ما بالای رسیدیم برای پدرم دشواری نشود گفته همراهی پدرم یلکه به یلکه ایستاده در مسافرت برای ما فرزندها مهنت کردند، مهنتی حلال کردند. چندین سالها در همین مسافرت در خارجه کار کردند، مهنتی حلال کردند. از وطن و از توی و از خرسندی ها دور فقط برای ما مهنت کردند. میخواستند که آینده ما درخشان شود. فقط ما از همه پس آرزوهای خود رسیم و زندگیمان درخشان شود. گفته مهنت کردن، زحمت کشیدن. برای مادر ما رحمت ما را رسانید تا دنیا باشند. همیشه همراهی پدرم صحت سلامت در سر ما سایبان شود، درد و غم را هیچ وقت نبینم و البته حضور و حلاوت ما و نبیره ها را دیده گردن. حاجیانا و حاجی بابا شود. برای مادری عزیزی من، غمخواری من، مهربان و البته بعد از خداوند یگانه انسانی که باوری داریم نامش مادر است، برایشان رسانید. مادرم اشک مریز، جانم و قربانی تو است. جانی من قربانی آن دستانی لرزانی تو است. میروم سوی غریبی، مادرم غمگین مشو. در غریبی یادی من دایما و فرمانی تو است. تو اگر دوری زی چشم مادر به دل نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. من غریبم مادری جان، من غریبم مادری جان، دورم از آغوش تو. این دلی من تشنه آن مهر و آغوش تو است. وقتی خود را آدمان در مال و پول بینند اگر، مادری من وقتی من یک کنج دامانی تو است. میروم سوی غریبی، باز مادر تو پزمان میشوی. اشک شادی خواهی ریخت، آن روز پزمانی تو است. مادرم بخشا مرا که این شعر من انجام یافت. عشقی تو انجام مباد، مادر فرزندی تو است. میگویند آزادکه آبیدکه از مسافرت زادروزتان مبارک. امروز من چندین سالها باز همراه بختیارآمد در مسافرت مهنت میکنید. غریبی را انسانهای دیدن عذابش را میدانند. در آن جایها حاضر من همراه بختیارآمد هم صحبت شدیم، گفتن که من زادروزشان را جشن گرفته ایستادیم. شکر میگویم که من 3 فرزند 3 پهلوان داریم. همیشه فرزندهای ما دمی پیری به دولت پیریت یادو از سایه دستان لرزانی ما شوند. برای علمی خالجانی عزیزت من علمی کوههای آهالی کافته یک گلدسته زیبا تیار کرده. مهمان اگر قرصک زنن اگر خود بختیارآمد میسپارن خودشان. مرحبا بلندتر قرصک میزنیم.
زاد روز مبارک. البته زاد روز را مبارک باد میگویم. روز خورسندی مبارک باشد. خدا کند که مدینایتی بختیارمک سال آینده حاجیانه حاجی بابا گویم حج آشیای کلان شود و آماده باز شما را تبریک گویم. گفتم من فرزندا برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است برای شما همچون تحفه آماده کردیم. مرحمت قبول کنید. زاد روزتان مبارک. و البته از نام فرزندان مدینایتی از نام آزادکه آبیدکه فیروز جان گفتن که خودی مادر ما زن و زیور ما هستند. زیباترین زن در دنیا در نظر ما مادر ما هستند. همیشه زیبا باشند. می ارزن همه تحفه های قیمت بها برایشان انگشترین طلا گفته گفتن. خوش مهمانان یک تا قرصک میزنیم. فیروز جان از نام خودشون و برادران میسپارند. مرحبا. زاد روز مبارک. زاد روز را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. بختیارمک همان روزی که توی بود همین حوله باشه که بود میاد رستوران بود وارفا رستوران همون وقت کارکوری بود بیدهمی بود حاضی همون انانه بود دوام میکنیم. مرحبا کنیم باشا نزدیکتر تا رو بیارید کار دا نزدیکتر بیارید شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحبا. Собираются все друзья, чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, доброго окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. مبارک باشد. Самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, сколько будем жить. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, доброго окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, доброго окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. مبارک باشد. زاد روز مبارک. روز خورسندی را مبارک باد میگویم. بختیارمک یک تا خداتان از همه پیش تبریک کنید. مرحبا. از نام اهل آیله من دو نفر دخترانشان که این پاسخ تبریک میگویند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به زادروزی بی‌نام. هر وقتی که در وصف مادر سخن کردنی می شوم کلمه نمی یابم که تصویر نمایم.
چون که مادر یک شخصیت زیبایی است، یک آفرینش زیبایی است که تنها او یگانه او برای فرزندش غمخواری میکند. خرسند شود خرسند می شود، درد کشد درد می کشد. ما فرزندان باشد تنها چیز را می خواهیم که مادران ما هیچ وقت خسته نباشند، هیچ وقت پیر نشوند، همه وقت ساخت سلامت در روز خرسندی ما یک جای باشند. بیملا زادروز مبارک باشد. الهیم صد بدره خسته نشوی هیچ وقت. همه وقت از موفقیت های فرزنداتون فخر کرده هم خیلی سربلند گردید. هیچ وقت پیر نشوید. الهی تشکر از نام این آدم. شعر 4 مصرع شعر برای مادری من خوان گفتن. زندگی را دوست دارم، زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان، ای خدای مهربان، تو نگهدار مادرم. من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. تشکر. رحمت. تشکر. زادروز مبارک، روز خرسندی را مبارک باد میگویم. من از دانکش هم مغز از شیرین نبیره های شیرین میخواهند تبریک میگن. مرحبا. جان من، مهربان من، شما یا نظر میبینم صد بدرای این مالده Onandan urgandim hayot sabog'im, yurgan yerdan hudud olar, boshimdan parvona ruhi havog'im, bir umr qilayin tazim bajolar. Bakalak jongedi yoshki kedi chamokedi, yoshki kedi chamokedi. Siz bor dunyo nurli charog'im, siz bor baxtga oshnonman onam, mehringizga qanchalar do'ysam, yana shuncha tashnaman onam. رحمت. از نام آزادک سخنها را شنیدیم. از نام عابدکه. مرحبا. авваланбор ассалому алайкум меҳмонон хуш омадедон ба даргоҳи бимло муламар. бимло табрик мекунам сад бадаре. аз раҳи дури ноям табрик кардам. мол гап дар кор нест биим ба як даҳан ман шумоё нағз мебинам гуфтамон аз номи ман гуфтам. ёд кардагиам отона як шеър хондани будам аз дури бимло. desam kamlik qilar sizni qaynonam, sizdir dunyodagi eng yaxshi ona. Yonimizda bo'ling dunyo turguncha, Alloh menga bergan ikkinchi onam. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'lsin. Zodro'z muborak, milodi umr را muborak bod میگویم. کنی از مهمانان یک سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرحبا. هم یکاتون مهمانهای عزیز خوش آمدین. نوری دیده تاجی سر از این فرصتی پرقیمت استفاده بردم. من همین اوسنک اونا روزی زادروز چون که تبریک و مبارکباد گفته و اینها صحت سلامتی و کاملا کتی قشه پیر بیدی و دولت شده گرده ساق باشه سری بچه یکاتون با همه وقت خوناتون توی خونه مرا خونه باشه. هم یکاتون خوش آمدی مهمانان عزیز، من از این فرصت امشب استفاده برده دوگانه عزیزم، دوگانه مهربانم مدینه رو تبریک کرده. به این اول صحت و سلامتی، عمری دراز و زندگی خوش تمنا دارم. بگذار در زندگی تمام خوشی های زندگی رو برای این میخواهم. عمری دراز بین، سری فرزندات و سری نبیرهات با صحت باش، سلامت باش.
نه ایلوی ساعت بدره وقتی که خوشا پیر شده حضوری بچه اقلا بینه نیوره دیده ایوره چه ورش هم بیده ایلوی رحمت سرطان رو برد السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید در این درگاه مدینه. این روزی خوش مبارک شود. این روزای خوشترین باز شما اون بر دنیا همیشه روزای خوش با پیش آمد کنه. الهیم صد بدرید یکاتون خوش پیر شوید حضور نیوره ایوره کاتون ابنه هر سال همیقاتی ما هم بییم و فقط باید کنیم راه دروی هم بیان این سال همیقاتی و نیوره ایوره ها که شیشته فقط همه روز ما هم پیش باز گریم هیچ وقت درد نبینه غم نبینه هم وقت سری فرزنده کاتون ما ساق سلامت گرده رحمت همه کاتون انوی رادرو انوی دیفوزایم انورم همشون انورا همشون تبریک میکنم من رحمت از نام دوگانه ها مرحبا Viva inglês,
من بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما، امروز بزم زیبا زادروزی مدینه آیتی را به آخر رساندیم. همراه شما با هم دیدیم و البته پیشکش شما کردیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهنان که ما جامعه شهنان فقط میخواهیم خورسندی شود، بزم زیبا شود و در روزهای خورسندی همراه شمایان دیده و دیده رسیم. خود را احتیاط کنید. جهان